بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أطهرين. أما بعد، فنبدأ في هذه الليلة من رسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، نواقض الإسلام. وقال الشيخ رحمه الله تعالى، أقصد شيخ الإسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الأول الشرك في عبادة الله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. وقال الشيخ العلامة صالح بن فوزان حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مهم رساله که ما در دست داریم به نام نواقض اسلام است، یعنی نواقض الاسلام، شکننده های اسلام، یا که می شود گفتن که اسلام ویرون می کردگی کارها، یعنی به سبب همین اسلامی کس ویرون می شود، کس خودش مرتد می شود، از دین می براید. نعوذ بالله. رساله از آن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان بن علی است. متنش ما گذاشتیم. اکنون شرح از آن شیخ علامه صالح بن فوزان الفوزان است، حفظه الله تعالی، الله نگهدارش باشد. صاحب شرح می فرماد: الحمد لله رب العالمین. تمامی ستایش ها خاص برای الله هستند. او پروردگار جهانیان است. او پروردگار جهانی است. رب به معنای چی است؟ خالق است. رب به معنای مربی است، یعنی آفرنده، فهمیده؟ و به معنای تربیت کننده می شود، فهمیده؟ خب الله حق سبحانه و تعالی ما و شما را تربیت میکنه. تربیت الله نسبت مخلوقاش دو خیلی می شود: تربیه عام و تربیه خاص. تربیه عام همه را تربیه کرده است، همه را رزق روزش داده ایستاده است، خورنده ایستاده است، پوشانده ایستاده است، آبش داده است، بارانش میدهد، هاکذا هر چیزی که در امور دنیا است. اما خلاص کافر گفته او رو کار نمی کند که او تولد نکند یا که تولد نشود، کافر است گفته. اما خلاص همه رو تربیه کرده ایستاده است. تو کافر هستی گفته او یعنی که از او رزقش منع نمی کند، الله تعالی داده ایستاده است. مهم این چی میگوین؟ این تربیه عام میگوین. در تربیه عام داخل میشد همه مخلوقات، مؤمن ها هم داخل میشن، کافر ها هم، منافق ها هم. دوم نوع تربیه این تربیه خاص میباشد که این بنده های خاصی خودش تربیه میکند به ایمان و به توفیق و به رشد و به هدایت. معلوم میشد است که مؤمن ها از دو نوع تربیه الله بهره بر میشن. از دو نوع تربیه الله بهره بر میشن، یکی عام دیگری خاص. در تربیه خاص کافرها نمیدارند، در تربیه خاص کافرها داخل نمیشن. مهم الله پروردگار جهانیان است و ما نیز یکی از جهانیان هستیم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والله درود بفرستد و سلام بفرستد به پیغمبر ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم و به خاندان و به جمیع اصحابش.
قال الشيخ رحمه الله تعالى اعلام، یعنی شیخ الاسلام میفرماید که اعلام یعنی تعلم وافهم. اعلام به معنی چی بوده است؟ تعلم یعنی تعلیم بگیر میشده است، وافهم و بفهم. فهمیده؟ یعنی انسان تعلیم میگیرد که یک چیز فهمد. وقتی که شما تعلیم گرفتید یک چیز نفهمیده و تعلیم حساب نمییابد. تعلیم چخیل میشود؟ تعلیم یعنی از یک شخصی زنده با اعتماد باورناک شما علم میگیرید، در حضور مجلسش، در مجلسش حضور میکنید، علم میگیرید. و هذه الكلمة يؤتى بها للأهمية. و هذه الكلمة یعنی این کلمه اعلام را یؤتى بها ذکر کرده می شود یا که آورده می شود آن را برای چی؟ للأهمیه، برای اهمیت دادن. برای چی؟ اهمیت دادن. وقتی که یک کسی که گفت اعلام، به اون معنا اعلام گفته است که باید تو دقت بدهی، اهمیت بدهی. و تنبیه علی اهمیت ما بعدها، و برای دقت دادن به مهم بودنی آنچه را که بعد از اعلام می آید. فهمیده؟ یعنی هر جا که اعلام آمد باید که انسان هوشیار شود که بعد از اعلام یک چیزی مهم می آید. بعد از اعلام یک چیزی مهم می آید، یک چیزی اهمیت دار، یک چیزی ضرور می آید. می فرماید که اعلام ان نواقض الاسلام 10، بدان شکننده های اسلام از 10 تا عبارتند. النواقض جمع ناقض، یعنی النواقض این جمعی چی بوده است؟ ناقض بوده است. و هی المبطلات، نواقض به معنی چی؟ باطل گرداننده، باطل کننده، ویرون کننده. مثل نواقض الوضوء، وضوء یعنی مانندی چی؟ شکننده های طهارت، ای مبطلاته، یعنی مانند شکننده های ویران کننده های طهارت. تسمى بالنواقض، یعنی اینها را نواقض نامیده می شود. و تسمى باسباب ردتی، اینها را سبب های مرتد شدن هم می گفتیم. فهمیدید؟ 10 کاری که سبب مرتد شدن می شود، یعنی که از دین برآمدن. او انواع ردتی، یا که اینها را چی؟ یا که نوعهای مرتد شدن، یعنی که یک نوع مرتد شدن در عبادت الله شریک قرار دادن، دیگر نوع مرتد شدن چی؟ بین خود بین الله را چی؟ واسطه قرار دادن، دیگر نوعش این همخیر. و معرفتها مهمة جدا للمسلم من اجل ان يتجنبها و يحذر منها. و معرفتها یعنی این 10 شکننده را دانستن مهم است، به نهایت مهم است. برای که للمسلم، برای مسلمان، برای خاطر چی مهم است؟ من اجل ان یتجنبها، برای خاطر از اونها یک جانبه شدن. برای خاطر چی؟ اینا را میدانی که از اینها یک جانبه شوی. معلوم میشه که اگر اینا را ندانی تو از اینا یک جانبه شدن نمیتونی، زیرا که نمیدونی اینها را. و یحذر منها، و برای خاطر اینکه از اینها احتیاط کند گفته. فهمیده؟ مسلمان اینها را می آموزد که احتیاط کند. من لا يعرف الشر من الخير وقع فيه، یا که یقع فيه، کسی نیک از بد یا که بد از نیک جدا کردن نتواند، اگر میبینه که در درونی همون گویم چیه؟ بدی افتیدگی است. به سبب چی؟ به سبب ندانستن. برای مشایخ میفرماید که واجب است اینا رو دونستن مهم است. لأن المسلم اذا لم يعرفها، زیرا اگر مسلمان لم يعرفها، اینها ضمیر به سوی 10 نواقض است. اگر مسلمان این نواقض را، این شکننده های اسلام نداند، فانه یخشى ان یقع فی شیء منها، البته خوف در آن است که وی
می افتد در یک کدام چیزی از اونها، یعنی که البته ترسیده می شود که ان یقع. چرا ترسیده می شود؟ واقع شدنی همون مسلمان را، افتیدنی مسلمان را فی شیء منها در یگان چیزی از اون شکننده ها. به سبب چی؟ به سبب ندانستنش. و هی من الخطوره والاهمیه بمکان، یعنی اینها از چی می باشند؟ از چیزهای خطرناک هستند. یعنی این شکننده ها از چیزهای خطرناک هستند. والاهمیه بمکان یعنی چی دارن؟ اینا یک چیزی اهمیت دار هستند در جای خود. اینا یک چیزی هستند که باید که نسبت اینها اهمیت داده شود. یعنی مکان اینها یا که جای اینها، مکان گفته جار نمیگود، جای اینها یک جای هست که باید که انسان اهمیت دهد، احتیاط بکند. لانها نواقض الاسلامی، یعنی مکان گفته منزلت میگوند، منزله جای اینها، جایگیر شوی این شکننده های یک جای بی‌پروا نیست که انسان هم بی‌پروا گذرد. نه، این مکان این شکننده های مکانی که وظیفه مهم دارند که این اهمیت دادن در کار است. لانها نواقض الاسلام، زیرا که درباره شکننده طهارت نیست که این گویم که طهارت میشکنی با طهارت میکنی چی میشه؟ طهارت میشه. نه، این اسلام میشکند و مبطلاتی، زیرا که این باطل کننده های اسلام دروغ میشود. و معرفت اسباب الردة عن الاسلام مهمة جدا. و معرفت اسباب الردة عن الاسلام مهمة جدا، و شناختن سبب های مرتد شدن از اسلام را و سبب های و دانستن سبب های از اسلام مرتد شدن را یا که اسلام مرتد شدن مهم است. بی نهایت انسان باید که دوند کدام سبب ها هستی که انسان از اسلام چی میشه؟ مرتد میشه. مرتد شدن یعنی چه؟ یعنی بور آمدن. مرتد آن کسی میگن که در اسلام بود و از اسلام برآمد، انا مرتد است. فهمیدید؟ کافر یک کس کافر است، یهود است یا که نصرانی است، او رو مرتد گفتن میشه یا نه؟ نمیشه گفتن. و یار کافرهای کتابی میگویند. فهم؟ و ردت عن الاسلام معناها الرجوع عن الاسلام. شیخ میفرماید که از اسلام مرتد شدن چیست؟ معنای آن از اسلام برگشتن است. اگر انسان در اسلام در آمده است یا که در اسلام بود و از اسلام چیکار کرد؟ برگشت، رو گردان. من ارتد من ارتد، یعنی این از کلمه چیه؟ رده از کلمه ارتد، یرتد و ارتداد گرفته شده. اذا رجع، وقتی که برگرده. فهمیدید؟ یعنی ارتد به معنای رجع میشه. قال الله تعالی، الله تعالی می فرماید ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. ولا ترتدوا أي لا ترجعوا على أدباركم أي منهزمين للخلف. نگاه شما بر نگردید به عقیب، عقیبا بر نگردید. بس چی می شود؟ بس فتنقلبوا خاسرین، بس شما بر می گردید همچون زیان بیننده، یعنی فایده نمی کنید از عقیب گشتنتون. این درباره جهاد رفته ایستاده است. شما یعنی که در وقت جهاد شکست خورده عقیب نگردید. چی میشه اگر گردید؟ فتنقلبوا خاسرین، شما یعنی خار شده یا که زیان دیده برمیگردید، یعنی زیان میبینید. گفته ایستاده است اگر اهمیت داده باشید شما تنقلبوا، انقلب ینقلب انقلابا، تنقلبون چی شده ایستاده است؟ نصب شده ایستاده است. نصب شده. و علامت نصبه ماذا؟ حذف النون، زیرا اینکه فعل من الافعال الخمسه، از افعال خمسه است. وظیفه فا چی است؟ بین فا و بین همین فعل مضارع
انی چه مضمره هست، انی پوشیده است وجوباً، از یاد نبراره. فهمیدید؟ انی پوشیده وجوباً در اینجا هست که این چخیل فا میگویم که میدونن فای سببیه. فای سببیه عادتاً بعدی چخیل بعدی چی می آید؟ بعدی طلب می آید. بعدی طلب می باشد. در طلب داخل می شود چی؟ امر. یا که بعدی نهی لا ترتدو، لای چه؟ لای ناهیه است. وظیفه لای ناهیه چه؟ جزم می کند. اما خیلی است؟ لما لام الامر لنهیه، این 4 تا حرف فعل چیکار میکنن؟ جزم میکنن. معنای جزم چیه؟ یا سکونش میکنن یا که اگر چیه؟ یا که حذف نون میشه، یعنی که علامت جزم یا سکون است، یا که حذف است، حذف دخیل میشه، یا که حذف حرف علت میشه، یا که حذف نون میشه. مهم لا ترتدوا على ادباركم، یعنی شکست خورده به عقب بر نگردید. بر نگردید میگه الله تعالی، وگرنه شما چی میشوید؟ زیان میکنید. فهمیدید؟ به پیش روید و در جنگ و در جهاد اگر شما یعنی شما رو کشن هم که شما فایده میکنید و لیکن با عقب گشتنتون شکست خورده. یعنی خیلی با عقب گشتن دو معنا دارد. عقب گشتن به اون معنا که با دیگر طرف این مانیورش میگن به زبان روسی، یعنی که انسان چیکار کند؟ عقب گردد و با دیگر طرف هجوم کند، این واقع ندارد. عقب گشتن یعنی که ترسیده گریختن. این خیلی نکنید میگوید الله تعالی وگرنه شما بعد فای سببی چی میشود؟ سببی خاری خودتان میشود. مفهوم؟ به پیش رفتن و در راه الله شهید شدنتون این برای شما خوبتر است از عقب گشتن و زنده ماندنتون و خار و زیان دیدنتون. مفهوم؟ خار شدنتون، زیان دیدنتون. این صحبت درباره چی رسید؟ درباره ارتد یرتدو به معنای رجع یرجعو بودنش گفته است. وقال سبحانه ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. باز مثال می آرد، می فرماید که الله تعالی گفت و من یرتدید، وقتی که الله تعالی گفته باشه یک بار تاجیک شه یا که به دیگه زبان غیر عربی خواندن ممکن نیست. الله تعالی به زبان تاجیکی نگفته است. فهمیدی سودید؟ وقتی که گفتید که مثال گیریم قال الله تعالی و من یرتدید گفتن در کاره، اگر بگید که الله تعالی گفت با نگوید که و کسی که نگوید، ممکن نیست. اول باید که عربیش ذکر کنید. الله سبحانه و تعالی می فرماید و من یرتدید منکم، کسی از شما مرتد شود. کسی از شما چی شود؟ مرتد شود، یعنی از دینش برگردد. یرتدید عن دینه، از دینش برگردد. فیموت، بس میرد، یعنی که از دین برگشت و مرد. فیموت، بس بمیرد. و هو کافر، یعنی از دینش گشتگی هم میمرد. اخیر در دینش بودگی هم میمرد. اینجا واو حالی است. این واو چی است؟ واو حالی میگه و هو کافر. در وقتی مردنش باشد و هو کافر، در وقتی مردنش چی باشد؟ کافر باشد. فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره، بس اونها را اعمالشون هم در دنیا و هم در آخرت چی؟ حبطه میشه، ای بطلت. فهمیدید؟ یعنی عملشون چی میشه؟ ویرون میشه. بدوکتی سود است. و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، وایها اصحاب دوزخن، یعنی ویا دوزخیان، اصحاب آتشن. هم فیها خالدون، ایشان در اونجا جاودانند. یعنی مرتد
جاودانه یعنی ابدی در دوزخ میماند. و هذا تحذیر شدید من الله للمؤمنین، این تحذیری، این حذری سخت است از جانب الله برای مؤمن ها. یا که تحذیر گفتن این یعنی احتیاط کنانیدنی سخت است، با حذر گردانیدنی سخت است از جانب الله برای مؤمن ها. یعنی الله تعالی مؤمن ها را آگاه کرده است که باید مؤمن ها احتیاط بکنن، نباید که از اسلام برآیند، نباید که ویها چه از دینشان برگردند. میفرماد که و من یرتد منکم ایها المؤمنون، این خطاب به مؤمن هاست، کسی از شما ای مؤمن ها برگردد عن دینه، از دینش، فیموت، بس بمیرد، و هو کافر، و در وقت مردنش کافر باشد، ولم یتوب قبل الموت و یرجع الى الاسلام، و توبه نکرده باشد یا که توبه نکند پیش از مردنش و بر نگردد دوباره به دین اسلام، فقط حبطت اعمالهم، البته این کسها را اعمالشان حبطه شده است، ویران شده است، ای بطلت فی الدنیا والآخره، هم در دنیا و هم در آخرت. و اولئک اصحاب النار، و اونها اصحاب دوزخند، هم فیها خالدون، ایشان در آنجا چه جاودانند. این تحذیر از جانب الله برای مؤمن هاست. این مؤمن ها رو گفته است، این کافر ها رو نگفته است. هم خلاص ایها المؤمنون بشود. نعم، زیرا ما گفتیم که مرتد از کی صادر میشه؟ از مؤمنی که در اسلام بود، از مسلمانی که در اسلام بود و از اسلام برآمد، همون رو گفته است. نعم. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم. صح؟ الله سبحانه و تعالی نیز میفرماد به درستی آن کسانی که ارتدوا ای رجعوا للكفر، به کفر برگشتند. ارتدوا على ادبارهم، دوباره گفته پشت میگن. فهمیدی؟ پشت انسان دوباره میگن، یعنی کسانی که به درستی کسانی که به پشت خود برگشتند. کجا رفتند؟ یعنی به طرف کفر رفتند، روشن از اسلام گرداندن و به طرف کفر رفتند. من بعد ما تبین لهم الهدى، ای من بعد ما ظهر لهم الحق، بعد از آن که حق برایشان چی هویدا شد، روشن شد، نمایان شد. یعنی که بعد از که فهمیدن اسلام حق بوده است، حق بودن اسلام بعد از فهمیدنشان برگردن، الشیطان سول لهم، یعنی چنین کسها را شیطان سول لهم ای زین لهم، زینت داد برای ویها. این خیلی آدمایی که در اسلام برآمدن، کفر اساسا برای شخصایی که در اسلام هست، کفر باید بیزیب توبت کن، کار کفر، نظام کفر، درون کفر باید که بیزیب و عیبجر نمایان باشد، یعنی که قباحت. اون کسانی که از اسلام برآمدن و خیال کردن که ما اکنون راحت کردیم، اینها را شیطان کفر برایشون چیکار کرده است؟ زین لهم، زینت داد، زخرف برایشون آراسته کرد. زخرف میگن که لهم القبیحه، چی را برایشون زینت داد؟ یک چیز قباحته، مانند یک چیز زرحلدار زیبا میتونه، اینه که درونش ویران است. مفهوم؟ سول لهم و املا لهم، شیطان برایشون چیکار کرد؟ مد لهم فی الامال والامانی، اونها را چیکار کرد؟ الله شیطان این مرتدها را چیکار کرد؟ یعنی در آرزو و هوس چیکار کرد؟ دور و دراز وعدهشون داد. یعنی که شما آینده میدونید چی میشه، آینده شما این خیل میشه، یعنی صاحب این میشه، صاحب آن میشه، گفته اونها را مهلت ها دادن گرفت در چی؟ در آرزو و هوس. برای من میبینید که بسیار آرزوهای بسیار داشتگی در دنیا فقط منافق و مرتد و کافرها هستند. نه، الله سبحانه و تعالی نیز میفرماید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم
يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الله سبحانه وتعالى میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای آن کسانی که ایمان آورده اید، کسی از شما از دینش برگردد به کجا؟ الی الکفر، به کفر برگردد، فسوف یأتی الله بقوم، الله قومی را می آرد، یعنی الله چه؟ قومی را خواهد آورد، یحبهم، صفت اون قوم از چی عبارت است؟ الله ویها را دوست می دارد و یحبونه، ویها باشند الله را دوست می دارند. در اینجا از همه اولاتر و اهم مهمتر آن است که یعنی که ما باید که تلاش و کوشش کنیم که الله ما را دوست دارد. یعنی شان آن نیست که ما الله را دوست داریم، شان آن است که الله اول ما را دوست دارد. وگرنه همه دعوا میکنند که ما الله را دوست میداریم، اما اون کسی اون دعواگرار الله دوست میدارد یا نه؟ مشکلی در این است. مفهوم؟ اون قومی که الله سبحانه و تعالی به سبب مرتد شدن شما میآرد، صفتشان از آن عبارت است که میفرماد که ویها را الله دوست میدارد. دیده یک محبهم، میدید در اینجا دیدید یکی اول یحبونه آمده است، یحبهم، الله ویها را دوست میدارد و یحبونه، و ایشان باشند الله را دوست میدارند. و دیگر صفتشان از آن عبارت است که اذلة علی المؤمنین، ای رحماء بهم، نسبت مؤمنها رحم دیلند، رحماء بهم، نسبت مؤمنها چند؟ رحم دیل هستند، ارقاء علیهم، و یعنی که چه؟ دلسوز هستند به اونها. ارقاء گفته یعنی که دلسوز هستند، رحم دل و دلسوز هستند به اونها. ارقاء علیهم، شما تصور کنید که اینها صفتی کیا هستند؟ صفت اون کسانی هستند که الله ویها را دوست می‌دارد و ویها الله را دوست می‌دارند. نگاه کنید از کجا میفهمد انسان؟ باید که از این آیت خودش فکر و ملاحظه کند که من امروز الحمدلله در اسلام هستم، الله را دوست می‌دارم، اما الله تو را دوست می‌دارد یا نه؟ دوامش گیرم نکن. انسان از دوام آیت میفهمد که من امروز گفته شدم که الله را دوست می‌دارم، گویا که این یک صفت هست. اکنون یک صفت دیگر معلوم نیست الله دوست می‌دارد من یا نه. برای خاطر این فهمیدن دوامش گیرم نکن. میگوید که به شرطی که اون وقت میفهمی که در برابر دعوای آن کرده ایستاده که الله تو رو دوست می‌دارد، الله تو رو دوست می‌دارد یا نه، باید که این صفت هم داشته باشی. چی باشی؟ گفته است که اذلة علی المؤمنین، ای رحماء بهم، نسبت مؤمن ها انسان چی باشد؟ باید رحمدیل باشد. ارقاء علیهم، دلسوز باشد. شما تصور میکنید نسبت مؤمن ها در اینجا صحبت درباره عموم مؤمن ها، بیگانه مؤمن های بیگانه رفته شده است. اکنون شما چی میگوید که ما امروز میگوییم که الله را دوست میدارم، الله من دوست میدارد میگوییم، اما حال مؤمن ها اون جانب استنو ما به این خود، به دادر خود ما دلسوز نیستیم، به خواهر خود دلسوز نیستیم، به تقای خود دلسوز نیستیم، به عمک خود دلسوز نیستیم، به دور خود دلسوز نیستیم. با چه خیلی ما این دعوا میکنیم؟ فهمیدید؟ این بسیار اهمیت داره. فهمیدید؟ نه. اعزة علی الكافرین، ای اشداء غلاظ علیهم. دیگر صفت این کسایی که الله ایشان دوست می‌دارد و ایشان باشند الله را دوست می‌دارند، دیگر صفتشان از چی عبارت است؟ اعزة علی الكافرین، یعنی اشداء سخت هستند به مقابل کافرها، غلاظ در زبان هم و در قلب هم چی هستند؟ سخت هستند. یعنی نه زبان میدهند به کافرها، نه قلب میدهند به کافرها. نیز الله سبحانه و تعالی میفرماید من یرتد منکم عن دینه ای یرجع
عن دين کسی از دینش برگرده. ففي هذه الآيات التحذير من الردة والوعید عليها. در همین آیات هایی که خواندیم تا اینجا چی است؟ از جانب الله تحذیر است، یعنی احتیاط کنانیده ایستاد است الله سبحانه و تعالی از چی؟ از مرتد شدن، از اون کارهایی که باعث چی میشن؟ مرتد شدن انسان میشن. والوعید علیها، یعنی در این آیات چی است؟ وعید است، وعده عذاب بوده است. بنابر چی؟ بنابر مرتد شدن، یعنی اگر مرتد شوی تو را وعده میدیم. چه خیلی وعده؟ وعده عذاب میدیم، چون که وعده ثواب است و وعید وعده عذاب است. چون که الله سبحانه و تعالی فرمود و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون بود، دیگر نمیبرد اونجا. نه. و اما الاحادیث، هر چی تا اینجا گفتم این چی بودن؟ اینها یعنی که آیات بودن. اما صحبت درباره حدیث ها می رفتنی باشد. فقد قال صلی الله علیه و علی آله و سلم، پیغمبر علیه الصلاة والسلام می فرماید، این حدیث گذشتگیتون در چه حدیث؟ لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. ریختنی خون مسلمان یا که شخصی مسلمان خونش حلال نمی شود مگر به سبب یکی از سه، یا که مگر به یکی از سه اشخاص، سه شخص را خونش حلال می شود، مباح می شود. الثیب الزانی، الثیب گفته یعنی مرد یا زنی خانه‌دار شدگی، زنا کردگی. فهمیدی؟ مردی یعنی که زن دیده یا که زنی شوهر دیده که زنا بکند، و در اسلام حکمش چی است؟ قتل است، او را میکشن، خونش میریزن. و نفس بالنفس، یعنی که جان به جان. جان به جان معناش که یعنی قصاص، یک کسی کشته باشد از او قصاص میگیرن. و تارک لدینه هذا هو الشاهد، و کسی که دینش ترک میکند. فهمیدی؟ و کسی که دینش چیکار میکند؟ ترک میکند. انا همین میگود شاهد همین است، یعنی دلیل همین است که التارک لدینه درباره چه؟ درباره مرتد رفته است. المفارق للجماعه، کسی که از جماعه مسلمان ها چه دست میکشد، دور میشود. اخرجه البخاری و مسلم من حدیث عبدالله بن مسعود الهذلی. نعم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بدل دينه فاقتلوه، کسی دین خود را عوض بکند، کسی یعنی مرتد شود، فاقتلوه، وی را بکشد. اکنون بکشد و معنا نه که ما یک خبردار شدیم که همسایه ما یک نفر اشیناس ما از دین برگشت یا خسته تبر گرفته او را سرش کند. ممکن نیست یگان کس حتی به این فیر به تنهایی یا که به جماعه یک گروه شده مرتد کشتن حق و حقوق نداره. در اینجا دولت است، در اینجا قانون است، در اینجا مثال گیریم حکم شریعت است. اینا مسئولین این کارا رو میکنن. نعم. اخرجه البخاری و ابو داود و الترمذی و احمد. نعم. فإن كان المرتدون جماعة لهم شوكة فإنهم يقاتلون كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه المرتدين حتى أخضعهم للإسلام. اگر میگوید اشخاص مرتد، کسانی که از اسلام برآمدن، جماعت یعنی جماعت باشن، یک تا دو تا نباشن، جماعت باشن، لهم شوکتون، قوت داشته باشن، سلاح دارن، شوکت زور هستن، فانهم یقاتلون، به اونها جنگیده می شود، به اونها یعنی که جنگ اعلان کرده می شود. کما قاتل، چنانه که جنگ اعلان کرد ابو بکر صدیق رضی الله عنه به علیه مرتدها، حتی تا که جنگ کرد اونها، تا اونها به اسلام سرخم کردنشون، تا به اسلام سرخم کردنشون اونها جنگید. خدا یحضیو مثل گفتیم یا که
اونها را مجبور کرد به چی؟ به اسلام سرخم کرد. اخضع یخضعو یک قسم مثال گریم مجبور کردن که برای اسلام چی سرخم بکنن. و قتل من قتل منهم على ردته، یعنی از اونها کسانی شد که کشته شد به همون مرتدش، یعنی کسانی که کشت به مرتدی مرتد مردن. و تاب من تاب منهم، از اونها با توبه کردگی کسها و توبه کردن. فقاتلهم رضی الله عنه محققا بذلك قوله تعالی، به اونها ابو بکر رضی الله عنه جنگید برای چی؟ محققا بذلك، یعنی دلیل گرفته به آن قول الله را، یا که مثال گیریم برای عملی قرار دادن به آن. محققا برای یعنی تحقیق کردن، برای یعنی که حقانه برای خود را حق دانستن به این کار قول الله را دلیل گرفت. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، ای کسانی که ایمان آورده کسی از شما از دینش برگردد، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، زود الله قومی را بیارد که وی ایشان را دوست می‌دارد و ایشان او را دوست می‌دارند. اذلة علی المؤمنین، نسبتی مؤمنها غمخوار و دلسوز و مهربان هستند. اعزة علی الکافرین، و نسبتی یا که علیه کافرها درشت و سخت هستند. یجاهدون فی سبیل الله، در راه الله جهاد میکنند. ولا یخافون لومة لائم، و از ملامت یگان ملامت کننده خوف و ترس و بیم نمیبرند. نعم. ان شاء الله نكتفي بهذا القدر، همین مقدار ان شاء الله کفایت میکنیم. بعد سخن علما علاهد درس. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا.